گایز سلام و درود، خیلی خوش اومدید به یک بازی زیبا و جذاب جدید. نمیم چرا دارم صدامو اینجوری میکنم، ولی به هر حال قرار امشب بازی زیبای نایچیف هلیوس هتل بریم یه بازی فیر تو فدمی. دوباره قرار شیفت شب بریم توی هتل، این بار توی هتل گنده، نه توی موتل بین راه، توی هتل گنده قرار بریم شیفت شب کار کنیم. بازی خفنیه. قبل از شروع تلگرام، اینستاگرام رو کار اونا رو دنبال کنید، لایک ویدیوتون نره، کامنت هم بذارید و لطفاً بازنشر بکنید. ممنون میشم بچه‌ها. یوتیوبمون هم دنبال کنید، ویدیوها رو توی یوتیوب هم دوست داشتید ببینید. ماش به کله تک تکتون. بریم برای ادامه بازی. Let's do this. بازی شروع شد، سمی هم شروع شد، جدی هم شروع شد، ناجور هم شروع شد. چپتر 1 روز اول میگه که اول هفته‌ای که روز اومده توی این شهر جدید، اون خیلی خوش شانس بوده چون که تونسته یه کار داخل یه هتل پیدا کنه. اون پشت میز، همین میز ریسپشن دیگه میشه، همین میزی که ملت میان پشتش مثلا پول میدن هتل میگیرن اینا، خلاصه مسئول اونجا دیگه. تونسته اونجا کار پیدا کنه توی هتل جدیدی که تازه چند روز باز شده و امروز روز اول کاریای روزه. دوباره کاراکترمون خانومه مثل تمام بازی‌های فرت فدمی لعنتی دیگه و قرار پدرمون در بیاد. بله خیلی خوب، بازی شروع شد. روز اول توی هتل زیبا دیگه، از این بین راهیای آتاشقال نی، هتل لاکچری هستن. سلام علیکم. سلام، با هتل هلیوس خوش اومدی. تو باید کارمند جدید باشی، درسته؟ بله من کارمند جدید هستم. من روز از یدالله هستم. من یدالله هم، روز نیستم. خیلی خوشحالم از اینکه عضو تیم شما شدم و قرار روز اول کاری با شروع کنم. من جیموتی هستم. تو این شهر جدیدی؟ بله من داخل این شهر جدیدم. هفته پیش اومدم داخل این شهر. میگه برای روز اول کاریتون رئیس به من گفته که کل این محیط رو بهتون نشون بدم و با محیط آشنا نشین. کارت درک و سخت نیست. فقط سه تا چیز مهم نیازه که تو برای روز اول کاری بدونی. اول اینکه بعد پشت میز بشینی، یعنی اونا رو پذیرش کنی، و دوم بهشون کمک کنی که اگر مشکلی هستن انجام بدن و بعد تراز کنی که دوستانه باشون برخورد کنی. خیلی خوب، فکر کنم بعد الان بریم رئیس. آره خب بعد بریم با رئیس سلام علیک کنیم. خب رئیس کجای مغازه چیز اینجا رئیس اینجاه. ها شو سلام کیسه. این رئیسه، شبیه شرک میمونه. تو باید کارمند جدید باشی. سلام، بله من روز هستم. از دیدنتون خوشحالم آقا. من مستر سول هستم، رئیس اینجا. میدونم که جیموتی به تمومه چیزا رو در مورد شغل جدیدت بهت گفته. بله عالیه، چون که ما خیلی برام مهمه که توی هتل هلیوس همه چی به نوع احسن انجام بشه. خلاصه فهمیدم دیگه. در کل گفت اینجا کار سخته، ما خیلی برام مهمه کیفیت و اینا، بهتره که مثل آدم با مشتری برخورد کنیم. چشم. میگه که سیستم کولر و سیستم تهویه اینجا امروز مشکل پیدا کرده ولی درستش میکنیم. میگه که مراقب باش که تموم اتاقای مهمونا سیستم همین کولرشون و اینا، کلا تهویه هواشون درست کار کنه. بله قربان، چشم حتما. امیدوارم که خوب کار کنه. ممنونم قربان، چشم. فهمیدم دیگه، باشه دیگه قراره کار کنم. برو گم شو دیگه آقا. خلاصه قراره کار کنیم. گفتش که یادم نمیاد این اینجا بودا. این اینجا بود یا نه؟ خیلی خوب. روز اول کاریمونه و تا فعلا به کسی نمیخوام زنگ بزنم. خب طبقه‌های مختلف داریم. Welcome to Estable OS. ایوالله. سیستم عامل استبل. خب طبقه رو انتخاب میکنیم. اطلاعات راجع به اتاق میده و کاپی. دو تاش پره، دو تاش خالیه. بچه طبقه 2 و 3 تا فعلا فعالیم، فقط طبقه 1 فعاله. جالبه، بازی عجیبیه. نمیدونم ترسناک هست نیست، هیچ ایده ای ندارم راجع به گیم. توالت داره کار میکنه. چه اینجوری میشه؟ گیم عجیبیه. بریم کم اینجا رو من سرک بیجا اتاقا رو شکایره. هوا اوکیه. سلام آقا، میخواستم بدونم سیستم کولرتون داره درست کار میکنه یا نه؟ منم موندوام. چیز میتونم کمکت کنم بروز؟ الان تو دلم گفتم چرا من در اتاق این آقا رو زدم. به خودت فکر کن.
من میخواستم ببینم که آیا سیستم کولر شما کار میکنه یا نه. آره درست کار میکنه ممنونم. بعضی آفی صدای میاد ازش از طبقه دوم. طبقه دوم که اصلا خالیه. اوه داره اوضاع خراب میشه. خیلی خوب، بعد بریم بالا ببینیم چه خبره. فکر کنم بعد بریم بالا ببینیم چه خبره. این اتاق دیگه فکرم خالیه. اتاق 1 پر بود، 2 اینم پره. نه خالیه. ببین فکر کنم همه اتاق خالی بود جز اتاق اول و آخر. فکر کنم این 2 تا فقط پر بود. با این نه این که نی. با این نه با این فکر کنم پر بود با اولیه. یاره ای والله اون که دوزاج، اون چه وایس، اون چه سمیه. سلام علیک، من روز هستم، مسئول هتل. دارم چک میکنم ببینم کولرتون درست کار میکنه یا نه. اوه عزیزم، از دیدنت خوشحالم. پیرزن ایشون زنه. ببخشید نوکردم. من مارتا هستم، اون شوهرم اسمش رو جیم پشت. بسیار عالی. روز یکم ناراحت شوهرش به خاطر اینکه شام قراره سبزیجات بخورن. بسیار عالی. خب چیکار کنم ولی کولرتون درست کار میکنه یا نه؟ کولرتون کار میکنه؟ بله کار میکنه. باشه دیگه، باشه. خداحافظ. خب بذار ببینم. یه سوال. یارو برگشت که طبقه دوم صدا میاد، درسته؟ من چجوری میتونم برم طبقه دوم؟ اصلا میتونم برم؟ طبقه دوم داره بازی؟ 100% داره. 100%. خیلی خوب. کم توهم زدم. میتونم از اینا هم بخرم؟ چقدر باحال. ببینم. باری کلا چه جزئیاتی. راضیم. جزئیات دوست دارم. فکر کنم بقیه اتاق خالی بودن. آره. فکر کنم دیگه بقیه اتاقا همه خالی بودن طبق چیزی که من توی سیستم دیدم. خیلی خوب، الان تمام امراتمو رفتم. اتاق منیجرم که نمیتونیم بریم. خب الان باید بشینم. مشتری اومد. ای والله سیستم مشتری ها رو. سلام علیکم. خوب هستین جانم؟ اتاق میخوای؟ به هتل هلیوس خوش اومدی عزیزم. چطور میتونم کمکتون کنم؟ برای 4 شب میخواین اتاق؟ بسیار عالی. چشم براتون درستش میکنم. خب وایسین تا کامپیوتر آپدیت شه. خب کامپیوتر آپدیت شد. آقا این آپدیت کامپیوتر تمام نمیشه. آقا وایسین، کامپیوتر هنگ کرد. داداش دقیقه وایسین آقا. سیستم پاکید. خب حل شد، درست شد. خیلی خوب. اسمتون لطفاً؟ هارتمن اسمه؟ آقای هارتمن؟ بله. هارتمن فامیلشونه، اسم ایشون چاده، اسم خانم هم کارن. سلام، خوبی کارن؟ از دیدنتون خوشبختم. خب اتاق 3 مثل این که 103 مثل این که خالیه. میتونید گم شید بفرمایید اونجا. برای 4 شب آمادش کردم. حالا فقط بعد پولشو بدی. پولشو رد کن بیاید. میشه $120. 4 شب $120. یعنی شبی چقدر؟ شبی $3. $30. بسیار عالی. این کارتم. مرسی آقا. آقا علی کاری داشتین در خدمتم دیگه. شب بخیر. خیلی خوب. مشتری اول. بذارم ببینم الان مشکل کولر نداره. بری پوزیری ها. بذارم بیام. سریع داره. بابا همین الان رفتن تو. من زنگ بزنم فکرم به رئیسم. آره. بعد به رئیسم بگم. سلام آقای سول. روزم. چطوری روز؟ امیدوارم که مشکلی با هتل نداشته باشی. نه مشکل خاصی نیست سرکل. فقط خواستم زنگ بزنم بهتون میگم که همه چی اوکیه و همین دیگه. ممنونم روز، مرسی بابت اطلاعاتی که دادی به. میگه که یه بابایی هست اگر دیدی سلام برسون بهش. حالا بابای کیه؟ اوکی. خیلی خوب. بعد بریم الان با چی میگم بهش، این مسئول فنیه اینجا سلام احوال پرسی کنیم. ببینم چرا. حالا مسئول فنی کجاه؟ احتمالاً بعد این تا باشه منطقه. اصلا بازی ترسناکه. به خدا اسکل شدیم. خدا شاده اسکل.
دیگه کدوم خری هستی؟ چه مرگته؟ چرا همه بر من اینجا نینجا شدن؟ چه تپه؟ منظورت چیه؟ ملشکاری چی بابا غلط کردم. من روزم، شما؟ من روز اول کاریمه. اسم یارو من جوانچو دامینگوز مارتینز بنیویدز دلا. اسم فامیلشو حدوداً یه 18 چرخ قد بکشه بره. بابا مخففه دیگه. یدالله میتونی بهم بگی جوانچو؟ مخفف جوانچو. حالا جوانچو نو کردم. من مسئول فنی اینجا داخل هتل. ایشونه. سلام علیکم. گفته بودم سلام بهت کنم. چطوری جوانچو؟ هنوز یه سری کار دارم اینجا. دارم تا فلان روی ماشین یخ کار میکنم. هنوزم بخشای از هتل داخل، یعنی کار داره، هنوز کار نیفتاده. ولی رئیس دوست که هتل رو زودتر بازش کنه. آره میبینم مشخصه. یه سری سوالا داشتم راجع به طبقه 2. آیا داخل طبقه 2 الان هیچکی نمیتونه، هیچ مهمونی نیست؟ نه هنوز، ولی آماده است برای مهمون. هنوز آماده نشده طبقه 2 برای مهمونا، حتی رو همون بالا نی. ولی نگران نباش، جوانچو به زودی درستش میکنه، راش میندازه. من بهترین چی میگم بهش، مهندس این منطقه‌ام، کارگر میگم خلاصه فنی این منطقه. من خفه نشونم. جوانچو میگه نه مثل بقیه، من فرق دارم. اگه میخواستی چیزی رو برات درست کنم فقط زنگ بزن به جوانچو. چشم حتما. خیلی خب من بعد برگردم بالا و ماشین یخسازی رو درست کنم. از دیدنت خوشبختم روز. منم همینطور جوانچو. بای بای. بازی عجیبیه. حس اولاشه، میدونی، حس میکنم قراره بازی بعد سم بشه. برمیگردیم. بابا وانه میکنم. یعنی پشت میز. اتاق رئیسه. واسه ببینم رادیو چرا روشن شد. میگه دومین اتفاق عجیبی که داخل منطقه نفتی افتاد. صدمات بیشتری به چیزای مردم زده. ملک و املاک چیزای مردم. مثل اینکه بچه‌ها یه سری جرم و جنایت کلا داره اینجا پیش میاد. تو این هفته زیاد شده. توی 3 ماه اخیر این دومین باریه که داره اونجا گزارش میاد که داره اتفاقات عجیبی میفته تو منطقه نفتی. پلیس هم هنوز دنبال اینه که ببینه داستان چیه. مشکل منطقه نفتی دیگه چیه؟ جانم خوبی داداش. علاوه وایسیدم. بله؟ من به کمکتون نیاز دارم لطفاً. باشه. شما اسم چیه؟ من جورجم از اتاق 106. از اتاق 106؟ همسر من مارتا. جورج همون زن مرده، پیرمرده. خب میگه زن من، همون پیرزنه، میگه رفت از همین ماشین غذایی ها نوشیدنی بگیره دیگه نیومده. خب میگه من رفتم دنبالش ولی اونو نمیبینمش. چند دقیقه این اتفاق افتاده؟ من الان اونجا بودم. میگه خیلی وقت اون رفته. لطفاً کمک کن، من خیلی نگرانشم. اون گم شده. نگران نباش، پیداش میکنم. الان پیداش میکنم. نه چیزی نی الان اوکیش میکنم. بابا باشه اوکی میکنم. باشه وایس من. یه دونه کدو حلوایی اینجا بود که الان رو اون میزه و یه بابایی هم الان اینجا بود که الان نی. باک شو. کی اینو تکونش داد؟ خیلی خوب، داره یکم عجیب میشه قضیه. خیلی خوب بریم دنبال زن یارو ببینم کجای زن یارو. گفت این چرا بازه درش؟ یا اول فرض. شد مردم. What؟ چه اتفاقی افتاد؟
من که داره بستم، من که رفتم. خب این تو نمیریم؟ وای باز داره عجیب میشه. بازی داره بد عجیب میشه. یعنی چی؟ این کیه دیگه؟ نمیدونم چی بود. رفت. این چیه؟ اینو کی آورده اینجا؟ چرا یه نفر اینو گذاشته اینجا؟ داستان چیه؟ روز کو؟ میگم روز که منم زنه کو؟ چی شد؟ بهتر برم چه کنم اینا مارتا رفت تو سابقه دوم یا نه؟ یا ابوالفرس یا ابوالفرس یا خدا، داره چه اتفاقی میفته تو این بازی؟ پیرزنه است. مارتا هی مارتا، صدا میشنوی مارتا؟ کال واسه مارتا دلا همشه اوکیه مارتا؟ مرسی بابت اینکه کمک کردی خانومم برگرده. این شبیه امیچه، مرده شبیه امیچه، پیریا امیچه. اصلا چی شده بود؟ برای چی مارتا رفت بود بالا داشت میخندید؟ چجوری من برش گردوندم؟ قربونت برم، فقط زنت یه مقداری فکر کنم چیز جنی ناشه، نمیدونم، من خود میدونی. خواهش میکنم قربونت برم دیگه، جز وظایف ماه دیگه برگردوندن خانمایی که جن زده شدن و ما برمیگردیم مکرتم. شب خوبی داشته باشین. چقدر بازی عجیب شد. مارتا برای چی رفته بود طبقه بالا؟ اون داشت با یکی حرف میزد. روز اول کاریم خیلی عجیب بود. گیم خیلی عجیب بود. چپتر دوم فرزند. قسمت دوم بازی شروع شد و قسمت دوم بازی رو ما امشب نمیریم. امیدوارم لذت برده باشه ویدیو. اگر دوست داشتید قسمت دوم بازی هم براتون زودتر بذارم و ببینیم داستان بازی چیه، حتما توی کامنت بگید، ویدیو رو لایک کنید و لطفاً بازنشرم بکنید. اسم قسمت بعدی بازی که الان توشیم سانه، فکر کنم راجع به بچه مارتا و اون پیرمرده باشه فکر کنم، چون که اونم یه بچه داشتن که گفت بعضی وقتا بهشون سر میزنه. نمیدونم. به هر حال مرسی که اومدید. لایک ویدیو نره، کامنت هم بذارید و بازنشرم بکنید.